کائنات. هی من اینجا. هم راستش من یه چیز جدیدی ازت میخوام. دریافت شد. نه صبر کن. چرا چیزای قبلی رو ازم گرفتی؟ برای اینکه بتونم جا باز کنم. ولی من گفتم یه چیز جدید میخوام، نه اینکه چیزای قبلی رو نمیخوام. من نمیخوام چیزی از زندگیم حذف بشه. گوش کن، برای رسیدن به چیزای جدید باید با خیلی از چیزای قدیمی خداحافظی کنی. میدونم که سخته، اما وقتشه که اونا رو رها کنی. من نمیتونم، من بهشون عادت کردم. من میخوام برگردم. خب تو هر وقت که بخوای میتونی برگردی به همون زندگی که قبلا داشتی. هر وقت که بخوای میتونی از رشد کردن دست بکشی. ولی خب دوباره و دوباره و دوباره همون تجربه ها رو زندگی میکنی و تا زمانی که اونا رو حل نکنی و ازشون درس نگیری مدام تکرارشون میکنی و دوباره تو همون الگوهای قدیمی میفتی. مدام برمیگردی به عادتهای قدیمیت، میری پیش همون آدمایی که ازشون رد شدی و با همون طرز فکری که دیگه خیلی ازشون بزرگتر شدی. مطمئنی که میخوای برگردی؟ خب نمیدونم. من نمیخوام دوباره گذشتم و شکستم و تکرار کنم، ولی اصلا به اینجا حس خوبی ندارم. میدونم که حس خوبی نداری. رها کردن گذشته خیلی سخته، اما تو هنوزم تو مسیر درستی هستی. من شاید نتونم به سلیقه تو عمل کنم، اما مطمئن باش که به صلاح تو عمل میکنم. به من اعتماد کن و از پایان هیچ چیز نترس. پایان ها تلخ نیستن، اونا پلی هستن برای رسیدن به جایی که باید بری. باید خیلی چیزا تموم بشن تا چیزای جدیدی برات شروع بشن.